صبحتون بخیر باشد بینندگان عزیز. شالگل خوجه هستم در شروع یک هفته نو در کنار شما. امروز 9 سپتامبر است و همه شما دوستان گرامی رو با جشن استقلالیت تاجیکستان تبریک میگم. بگذار در خاندان هر یکی شما آرامی پایدار باشد. در پراگ امروز هوا بارونی است و احتمال می رود که روزانه گرمی 15 درجه را تشکیل نماید. در پایتخت روسیه هوا ابری و 24 درجه گرم می شود. در دوشنبه مرکز تاجیکستان آب‌وهواشناسان هوای ابری را پیشگویی کردند. حرارت روزانه به 30 درجه برابر خواهد شد. در هم در بالا گفتم امروز تاجیکستان 28مین سالگرد استقلالیتش را تجلیل میکند. صبح امروز چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغون در روز جشن استقلالیت به تولید برق شروع نمود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تگمه به کار در آمدن چرخه دوم نیروگاه را پخش کرد و این مراسم از طریق شبکه‌های دولتی مستقیما نمایش داده شد. همکاران ما نیز در روغون هستند و این رویداد را به واسطه نظارت دارند. در دوام روز ما تفصیلات را برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و همین گونه از فضای اداره تاجیکستان برایتان معلومات میدیم. پیوندان محمد علی حییت معاون پیشین حزب حالات در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 7 سپتامبر و پس از نیم سال شکایت از شکنجه با او دیدار کردند. محمد علی حییت سال 2015 بازداشت و در مرافعه‌های پس درهای بسته به حبس ابد محکوم شد. مقامات او و همراهانش را با عضویت در گروه‌های جنایی، قتل و تروریسم، تلاش غصب قدرت و آشوب مسلحانه گناهکار کردند، چیزی که آنها و نزدیکانشان بافته می‌خوانند. سرینیسا جوره و همسر محمد علی حییت روز شنبه در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت ملاقات آنها در زندان از پشت شیشه و 2 ساعت ادامه کرد. به قول او شوهر شکایت کرده است که وی را دیگر باره مورد شکنجه و اذیت قرار داده. او گفت بعد از شکایت ما در ماه مارس امسال 2 ماه آرام گذاشتند. بعد از آن دیگر باره شکنجه را آغاز کردند. وضعیتش خوب نبود، لبش کفیده بود. خودش گفت داروهایش را نمیدهند، حتی آب گرم ندارد، جای خواب و رادیوش را گرفتند. میخواهند ضد رهبریت حزب اظهارات بدهد که او قبول نمیکند. نقل کرد جوریبا. تلاش رادیو آزادی برای پیدا کردن مقامات زندان روز شنبه بی نتیجه بود، ولی منصور جان عمرو سرداری سرایست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه ماه مارس امسال در نامه رسمی شکنجه شدن محمد علی حییت را رد کرده بود. نزدیکان محمد علی حییت 2 دفعه در ماه‌های مارس و ایول امسال درباره شکنجه شدن و وضع بد او به مقامات و رسانه‌ها شکایت کردند. آنها گفتند او لطوکوب شده در یک اتاق تنگ و افلاس نگهداری می شود. آن وقت امبودسمن تاجیکستان از دوستان کلخوز که خبر شکنجه شدن حییت را تحقیق کند. سرینیسا جوریبا میگوید با گذشت نیم سال از دوستان کل هیچ پاسخی نگرفته است. رسانه‌های روسیه روز 8 سپتامبر از کارنمای یک تاجر تاجیک در شهر ایرکوتسک روسیه گزارش دادند. آنها گفتند شمس شیرین 33 ساله گردنبند غارت شده یک پیرزن روس را از دست دزد گرفته به او برگردانده است. کامسомольская правда بایکال نوشت حادثه روز 6 سپتامبر رخ داد. بازم به نوشته همین نشریه زنی بازنشسته داد میزد که او را غارت کردند. به نوشته رسانه به شمس شیرینوف میسر شد که دزد را در نزد دانشگاه بایکال دستگیر کند و به پلیس سپرد. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از چنین رفتار تاجر تاجیک سوری خوشی کردند. در گذشته نیز چندی از مهاجران تاجیک در روسیه با کمک درمانده‌ها شتافته نامشان در سرخط رسانه‌ها قرار گرفته بود. بعضی آنها می‌خواهند با چنین رفتار دیدگاه شهروندان روسیه را نسبت به مهاجران تاجیک به سمت مثبت تغییر بدهند. بعضی دیگر میگن با وجود کمک به درمانده در روسیه نه تنها مورد توجه قرار نگرفتند بلکه زحمت آنها به نام دیگران ثبت شده است. در برخی حالات اسم مهاجر ذکر شود هم شهروندیش پنهان میماند. اما در مثال سوختاری مرکز تجارتی زمینی ویشنیا در کیمیرو و کارنمایی‌های فرزان سلیموف را خود رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه قدردانی کرده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای فرانسویش امانوئل ماکرون درباره مناقشه در شرق اوکراین و سوزش اتمی ایران گفتگو کرده است. وبسایت رسمی حکومت روسیه خبر داد که گفتگو روز 8 سپتامبر صورت گرفته است. رهبران دو کشور یک روز پیشتر از ملاقات وزیران دفاع روسیه و فرانسه در مسکو تبادل نظر کردند.
با نوشته خبرگزاری دولتی تاس سرگی شایگو و فلورنس پارلی روز 9 سپتامبر درباره تحولات در خلیج فارس از جمله ایران و از در اوکراین و جمهوری آفریقای مرکزی گفتگو میکنند. وزیر فرانسوی به خبرگزاری روسیه گفته است که گفتگوها درباره مسائل زیادی آشکار خواهد بود. به قول او چالش‌های زیادی ژئواستراتژی هستند که فرانسه و روسیه در آن منافع مشترک دارند. البته در بعضی از مسائل ما اختلافات نظر داریم، ولی همین ما رو وادار میکند که مکالمه رو بیشتر کنیم. ما میخواهیم مکالمه آشکار مبرم داشته باشیم و شرطهای خود را پیش گذاریم. این زمان قرار است یان ایو له درایان وزیر امور خارجه فرانسه با همتای روسش سرگئی لاوروف نیز گفتگو کند. له درایان قبل از سفرش به مسکو به تلویزیون فرانسه گفته است که هنوز بسیار زود است که اتحادیه اروپا تحریم‌ها به ضد روسیه را از بین بردارد. این تحریمات اقتصادی بعد اشغال نیم جزیره کریم اوکراین و حمایت روسیه از جدایی طلبان در شرق اوکراین به ضد مسکو اعلام شد. یک روز بعد از دست کشیدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از ملاقات مخفی که طالبان هم باید در آن حضور می‌یافتند، واشنگتن فرستاده خواست خود برای افغانستان را بازپس خواند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا در این باره روز 8 سپتامبر ضمن سخنرانی تلویزیونی خبر داد. او گفت که زلمه خلیلزاد که با طالبان درباره پایان دادن جنگ در افغانستان گفتگو میکرد به آمریکا بازپس خوانده شد و اشاره کرد که گفتگوها با طالبان هم برای مدتی متوقف شده. دونالد ترامپ روز 7 سپتامبر گفت به دلیل بمبگذاری مرگبار در کابل که یک سرباز آمریکایی هم در آن کشته شد، مذاکرات صلح با طالبان را قطع میکند. مایک پامپئو گفت طالبان با این بمبگذاری که در آن 12 نفر کشته شدند از حد گذراندند و اختیار به آنهاست که رفتارشان را تغییر بدهند. مایک پامپئو به فوکس نیوز گفت طالبان نشان دادند که یا خواهش کاهش خشونت در افغانستان را ندارند یا نمیتوانند به عهدهایشان صادق باشند. دونالد ترامپ روز 7 سپتامبر در توییتر نوشت که میخواست با نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قرارگاه کمپ دیوید در واشنگتن ملاقات کند. قرار بود این ملاقات مخفی در آستانه سالگرد حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 صورت بگیرد. حمله را سازمان القاعده که رهبران طالبان به آنها پناهگاه داده بودند انجام دادند. شهروندان روسیه روز 8 سپتامبر پس از موج اعتراضهای گسترده در تابستان امسال برای اشتراک در انتخابات مجلس‌های محلی به پای صندوق‌های رایدهی رفتند. انتخابات در حال برگزار گردید که آمارها بیانگر کم شدن محبوبیت رهبران فعلی کرملین از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین است. نگاه‌ها بخصوص به انتخابات مجلس شهری مسکو دوخته شده بود، جایی که به قول مخالفان نامزدهای مستقل و نمایندگان اپوزیسیون راه داده نشدند. تابستان امسال ده‌ها هزار تن به خیابان‌های پایتخت روسیه برآمده ضد سیاست‌های دولت و فساد اعتراض کردند. این اعتراض‌ها از نظر شماری راهپیمایان طی دست کم 8 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در این اعتراض‌ها پلیس با کمیش 2000 نفر را بازداشت کرد، چندی از آنها جریمه و برخی را حبس نمودند. انتخابات روز یکشنبه در 83 منطقه روسیه برگزار شد. در این انتخابات والی یا گوبرناتوران نیز برگزیده شدند. مرگ 6 زن با طفلی بد نشان در ناحیه کبودیان ولایت ختلان باعث به برکناری 2 مسئول ساحه تندرستی در منطقه شده است. این زنان در ماه ایون و ایول امسال هنگام تولد در زایشگاه افتیدند. تیمور توشف سردختور بیمارخانه مرکزی و محمد پولادزاده سردار بخش کمک اول طبی ناحیه کبودیان به خنک و بی مسئولیتی متهمند. سردختور اینک سابق بیمارستان کبودیان میگوید خود را در این قضیه ها گناهکار نمیشمرد و برعکس از آن شکایت دارد که بعضی از آنان در دوران حامله بودن از نظر پزشکان نمیگذرند و اکثرا گرفتاری فشار بلند و بیماری های دیگر هستند. نماینده ریاست تندرستی حکومت ولایت ختلان میگوید مرگ مادران هنگام تولد مورد نگرانی جدی قرار گرفته است. فعلا سبب مرگ 6 مادر با نوزادانشان از جانب دوستانی نوعیت تفتیش می شود. مقامات میگویند از نزدیکان زنان ففتیده شکایت گرفتند. در 7 ماه اخیر در این نوعیه هم مرز با افغانستان مرگ 20 نوزاد در بیمارخانه ثبت شده است، ولی مرگ 6 مادر در 2 ماه تشویش‌آور بوده است. سردختور سابق گفت دلیل آنها نشان داد که در بعضی حالات پزشکان محلی خنک نظری کردند، ولی زنان نیز خودشان سری وقت به نزد طبیبان نآمده از کمخونی و فشار بلندی به هنگام تولد جان دادند.
нодирамо қадамшоева модари сиёсатмадору коргардони маъруфи тоҷик давлат худоназаров ва овозхони шинохта далер назаров дар 97 солагӣ дар душанбе даргузашт. қадамшоева ҳамсари вазири пешини фарҳанги тоҷикистон меҳрубон назаров мебошад. ӯ дар гузашта ба ҳайси рӯвии радиои хоруғ ва муассисаи нашрияи бадахшони советӣ кор кардааст. қадамшоева як ҳафта пеш аз ҷашни таваллудаш ва дар рӯзи 60-солагии далер назаров ҷон дод. ӯро рӯзи 8 сентябр дар оромгоҳи сарёсии шаҳр душанбе дафн карданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ даҳон нафар ба далер назаров ва давлат худоназаров изҳори таsalлият гуфтанд. ҳабиб нурмуҳаммадов варзишгори маъруфи доғистонӣ дар муҳорибаи бидуни қоида ба рақибаш дастин поре аз амрико пирӯз омад ва унвони қаҳрамониро дар созмони UFC ҳифз кард. рақобати нурмуҳаммадов ва поре шаби 7 сентябр дар шаҳри абузабии имороти муттаҳидаи араб баргузор шуд. сабқат хеле пуршида ҷараён гирифт. нурмуҳаммадов дар даври севум бо роҳи буғӣ кардан пореро шикаст дод. дар тоҷикистон садҳо нафар ин мусобиқаро тавассути экранҳои бузург тамошо ва бештари онҳо аз нурмуҳаммадов ҷонибдорӣ намуданд. гузориш дар ин бора дар озодӣ видео гузошта шудааст ва даҳо ҳазор то ҳоло онро тамошо карданд ва шумо низ метавонед бинандагони азиз онро бубинед. ва ҳоло аз қурби асъори хориҷӣ барои имрӯз мегӯем ки аз тарафи Бонки Миллӣ ба таври зал таъин шудааст. $1 9.68 дирам, €1 10.68 дирам ва 1000 рубли русӣ баробар аст ба 146.70 дирам, яъне нисбат ба охири ҳафтаи гузашта каме баландтар рафта аз қурби рубли русӣ. ва ин чанд хабаре буд ки бинандагони азиз ман тақрибан дар 11 дақиқа барои шумо гуфтам ва хабарҳо гузоришҳои аз ин бештар албатта дар ҷараёни рӯз тақдими шумо бинандагони азиз мешавад ва умедворем ки чун ҳамеша моро ҳамроҳӣ хоҳед кард. рӯзи خوب داشته باشید و بار دیگر جشن استقلالیت تاجیکستان رو برای شما شاد باش میگیم. شما رو در بخش‌های مستقیم بعدی منتظر خواهیم بود.